ماماکیان هستم. امروز میخوام در مورد تغذیه 3 ماهه دوم بارداری باهاتون صحبت کنم. تو 3 ماهه دوم بارداری مادران در شرایط بهتری قرار دارن، چرا که علائمی مثل حالت تهوع تقریبا کامل برطرف شده یا به صورت خفیف وجود داره. بهتر رژیم غذایی ترکیب کاملی از پروتئین باشه، مثل گوشت کمچرب، مرغ، ماهی پخته، تخم مرغ و حبوبات. استفاده از غلات کامل مثل نان سبوسدار، برنج قهوه‌ای و همچنین مصرف سبزیجات تازه و برگ سبز مثل کلم، بروکلی، اسفناج و هویج. استفاده از میوه‌ها رو در برنامه غذایی خودش باید داشته باشه. استفاده از لبنیات پاستوریزه مثل شیر و ماست برای تأمین کلسیم و ویتامین دی مهمه.